علیکم سلام علیکم. ماشي واخدورش کن. قبل نیست ضروری بدون اینستاگرام انشالله که می نویسم. بانو میگه تاجیکی را نمیدونم. یا علیکم السلام براد. علیکم السلام. ماشي واخدورش کن.
ماشاءالله خدا شکر. علیکم سلام علیکم. علیکم السلام رسلان. علیکم السلام. کار بر خدا را شکر خوب اینجا. ما چی دا کار میکنم؟ یا زواد دا کار میکنم. جای خواب خورده خروک همشه دور خودشون میتن کرد چی؟ روز یک شنبه اودیخ. نمیجا عربی قطعی الله اکبر نمیستوندگه چی نمیستوندگه که کی میفهمم را. علیکم برات. علیکم السلام. میشه خدا را شکر. مگه اسماعیل الحمدلله. شما سوزن خوبه؟ چنده کروچی هر جایلک شهر خیلی اینجا جایی که ما کار میکنم بگیم قریب 7,000 توجیکی میگیریم ده. جای خوب خورد خروک ایخچونه. خدا را شکر که اسماعیل همه خوب. چی داریم که ترکیه داریم. نه برادراز ما نشونتون میتون. خب توچکایی که وزیر ما در اینجا بگیم اینجا داریم. اینه برادرها اینجا جای خوابمون های. هفتار رو پرمون های. هفتار رو پروای. تمام شما بخوریم بعد. اون کی علی ها نامش نمیخرد. تمام دیرتر من میخورم. نه برادرها این توچکایی که ما میستیم اینجا است. خب هنه اونجا میبینید مسجد هست.
روپروی ما نگاه. خلاص که اینجا مسجد، اینجا کپه میگن، درآمدگاه زواد ما در پشت انمی بینایی که میبینین، پشت همی بینو دا زواد ما به حد کلان است. بگیم 300 کارگر زیاد دارد. انا روپروی کارخانه مسجد است. کدام نماز میخواه خوندن میرود در مسجد نماز میگذارم میره. خب این طرف که میبینید دیگر زوادهای برادرها، اونجا زوادهای کلان هسته. چه خیلی که دیدستین انا اونجا دیگر زوادها. همین جایی که ما زندگی میکنیم کار میکنیم برادرها، اگر خطا نکنم 1000 تا زواد زیاد همین شهری که ما هستیم اینجا تاجیک نیست، یا تاجیک مایم. بعد در این جای خوبمون اینه، اینجا دا سر کردگی همی رفتگی مثال همه جای خوب است. دیدیم برادرها، نه اینجا با زواده. همین جایی که ما کار میکنیم همین شهرده 1000 تا زیاد زواد است. هر یک زوادی همین ای خودش اگر خطا نکنم هر یک زواد 5 تا 6 تا 7 تا هر خیل زوادی است که کارگر بسیار دارد، تا 15 تا مشروط های کلان دارد. کارگراش مثال هر یک شهر کارگراش کدام شهری باشه، مثال یک اتوبوسش دیگر شهر میبره کارگرا را، یک تگش دیگر شهر، ای هر شهر هستن ای چون اتوبوس هسته ای همی کارخانه با همون شهرها میبره تقسیم کرده در پیش خونهشون میمونهشون. خب چول بهترین باشه نه اکر ویزا چانس ما همین رو میفهموندیم انشالله که چکنم یک نوار میکنم برای چخیل آمدن نومروی همو آدم ویزا تیار میکرد گیره نومروی واکرانی تفسیرتون میتم آدمی که ویزا آمده تیار کرد انشالله بدیل پریای انا بگیم برادر خلاص که آدمی ویزا تیار میکرد گیره نومروشا بگیم میمونم میفهمونم چخیل اینال تا اومدن همشه انشالله و رحمان انا ساده کده میفهمونم подробно میفهمونم ویدیو میکنم یگان فکر نیست که خیر کنم چی فقیر نیست که خیر کنم فقیر پره همی برادر جون بدرو در همی کانال ما زیاده 180 چند تا ویدیو پارت افتم پشتی همش آدم های همی فقیر هست میتونی کدامش باشد خیر کنی به پرابلم نه کدام شهر این ما طرفی آخری جور شما نمیدونیم خب خلاص برادر اینجا در کارخونه بسیار زواد و خیلی که میدونین مقصد ترکیه تمامی چیزی روی دنیا را خودش استحصال میکنه نیاز به دیگه دولت ها نداره مقصد همه شخص چون استحصال میکنه هر چیزی باشه ای ماشین سرکگی تمامی چیزا چون استحصال میکنن دارن زوادشه همین جایی که ما هستیم بگیم زیاده ممکن 1000 تا زیاد کارخانه هسته زواد هسته مرد زن کار میکنه دخترایش بچه‌هایش همه کار میکنه انا کروچی زوادی چیزی که بخوای جا هست زوادی همه چی فابریکای کلان های همین فابریکای میده هیچی نداشته و 600 نفر کارگر داره میدهش هر زوادی است که اونا میدونم چند گکتره
تمامی چیزی روی دنیا را اختراع میبرورن استحصال میکنن. برادرها حالا که ما در پیشین شد میتونیم برادرها بخشش که فرشی نماز از اون داد گبزه نمیتونم بود که نه گبزنم باید خب برادران کرچی اینجا میگه در ترکیه چی میکنی؟ کار میکنی برادر کار کدوم طرف دایی؟ طرف تکیردک چورلو میدونی نمیدونی تکیردک چورلو کراچی سلام علیکم علیکم سلام خدا را شکر الحمدلله خدا سوزی برات خوبی سلامتی خوبه چی حال داری؟ من طرف ترکیه اومانکور شده خوبی بودم ماشاءالله خدا را شکر زنده باشی نقاب 97 زنده باش کرچ هیچی نه گشتم همجوره چی که چورلو دایی؟
номераи ма ҳамин дрини ютубам бидро, каналам бидро, намуҷа номерам ката ката ватсапам нависондагия брат. Ма худам дина астағфирулла дина не каре рӯз ба Чорлу рафта будам, якамтар кор буд. Шаҳр рафта будам, омадам бо ҳамин ҷои худам омадам. Тарафи Миссинлиро бидонӣ, Миссинли даем ма. Чорлура тарафи ҳамо қишлоқи Миссинли аст кун, ҳамон тараф дар заводои мо. البته خرسان ترکیه رفتم. کنشنا من خودم 2 سال همینجا بودم. به حد یاد کرده بودم ترکیه را. همین وابشت همین ترکیه را یاد کرده بودم. 2 سال بودیم با اینا رفتیم. 3 سال دیگه تاجیکستان را گشتیم. قریب بگیم 3 سال. با اینا گشته اومدیم با همین جای پیشینه با کار سر کردیم. ما 2017 همینجا داریم. ما 2020 اومدم چارلو. 22 رفتم تاجیکستان. 2 سال راونا ایستادم رفتم. با اینا 3 سال دیگه قریب 3 سال بگیم 2 سال چند مدت تاجیکستان گشتم. با اینا ویزا گرفتم با اومدم. در کجای چارلویی؟ تریتوری میدان ساعت دای کدام طرف روش دای چارلو را؟ خیلی خودت میدونی که چارلو هم به حد شهر کلان اهالیش قریب 2 میلیون اگر بدونی قریب 2 میلیون اهالی داره. شهر کلان آخه برات بدرون همو چیه کن درنی کانالم بدرون همونجا نمره واتساپم نویسندگیه یا درنی کانال بدرون میبینیش همونجا را بین هست دا چی بدرو کانال نمیدروی راست خودش پریام از سیلکای چی موندگیه چی میگن تلگرام نبین او واتساپ موندگیه سیلکای واتساپ موندگیه نم تا پریام هم میدروی می نویسونی آسانش کردیم که любой کس همین نمیتونه بدروی آسانک واتساپم دا بنویسونه ای الله این روز یک شنبه بگیم اکامش زواده اودیخ نیستنه همین کارخونه ما این روز اودیخ های یک شنبه همه اودیخ دم میگیره با روز دوشنبه تا شنبه با همه کار دای ساعت کاری شو قایچی نیست 8 ساعت کاری های سلام علیکم با کدام زبان خط شما گاد میزنیم علیکم سلام علیکم خدا را شکر زبانی روسی را خیلی کم بشم باشم بفهمیم گپ میزنیم ترکی، ازبکی، قرغیزی، قزاقی، ترکمنی، افغانی، ایرانی فرق نداره همش کم بشم باشه گپ میزنیم الحمدلله اقرات ممکنه میفهمیم اقرات ممکنه یگون گپ خوب بگم میفهمیم چی گفته است انگلیسی شمی الحمدلله کم بشم باشه او شمی گفتی همون چیا که همه زبانو کم ترکی بو میبره خب نوشتم سلام چی نوشتم سلام برات تمام گپ نیست برات نصیب باشه بعد فیلم درو میبینیم اکو واتساپ ما در اگر دروغگو نشم 400 نفر زیاد تایخه برادرای است که در هر دولت‌های گرمانیا و انا یوژنی کره در دیگه دولت‌ها موجودن یک می نویسونن در استیان هر جوان просто подписчикан как برادر می نویسونن واتساپ ما پر شده اگه دروغگو نشم اگر تای 400 نفره خیلی دیگه برادرای است که تاجیکستان می نویسونن просто احوال پرسی میکنن برای همین واتساپ ما اونجا موندم بسیار برادرایی که یک می نویسونن یا گلوس میتن که چی حالوری گفته میپرسن همه وقت واتساپ ما اونجا ذکر پید کردیم که لبای چی آسانک بدرویم اون اونجا میدروی دیگه نومر نبیرد که خیلی نمی راست در این واتساپ میدروی گپ میزنی کراچی با خدا گنده خنک افتوای شمالی خنک یایی که یک مرمرش میگن همی بحر نزدیکی مونده شمال هموی نمیدونم به حد خنک بانونی الله یا طرف مون کوه یا طرف مون جنگل یا طرف مون بحر نمیدونم هیچ طریق توچکه که یخ میکنی یه تویستان در زوریده راحت با خدا خانه او برادر چارلو دا بده میدونم این چارلو در زندگی کنی دیگه نمیفرد یگان جا برای میگویم اینجا بیستم
همینجا زندگی کنم. نه ما تکیردک دانستم ما چی دایم همون راهی که طرف تکیردک میروه همون طرف دایم میسینلی میگن همون سو دایم ما گجورا بگم توخی کروچ طرفی فابریکای نامش چی بود یا فابریکای کلون نامش ما بگیم چیه ده کروچ هم طرفی میسینلی دایم قشلاقی میسینلی را بدونی اگر میسینلی را همی بسیاری هم میدونن ما هم میدونم اخی انا تکیردک استای کو تکیردک ای ما دورتر اک بگیم ما چورلو شدیم چی را میدونی با فکرم ادیرنه را میدونی او یا ادیرنه گه استه کلون شهر کلونه او جان ادیرنه که تریتوری همی چورلو ده نزدیکی ادیرنه ده ادیرنه را میگذاری زودای ما های او تکیردک امو درنی امو شهر تکیردک ما خودم رفتگیم 2020 ده بار رفتگیم یا بار رفتم تلفن خریدم اینجا یا بار دیگه پروست همین خیلی تماشا رفتگیم تکیردک رفتگیم ادیرنه رفتگیم خیلی چورلودا زندگی میکنم نزدیکی میدان ساعت هم میدونی با فکرم چورلودا نزدیکی هم میدان ساعت هم کوارتیران بدیم کراچ همو ادیرنه مو دا نزدیکه یا الله شکر نه خیلی شاینه یکم بار ما فهمیدم نمیدونم این کلمه را من نفهمیدم مگه اکا جواب که کار هسته من هیچ کرا کار دا وعده داده نمیتونم کار به حد بسیاره آدمی کار میکرده ده کار به حد بسیاره یگان کس هم تفسیه داده نمیتونم که بیاین برای که همون نفرای را تفسیه میتونم که یگان شناس دارن یگان شناسی باوریناکشون دعوتشون میکنن بیاین خوبه کار کنن نکی ما یکمش که یگان کس اوزیرش ده نمیتونم وعده بتونم دعوتش کنم بیاین کار یکمش دیمش که گفته نمیتونم که کدام فایراتون میکنه به خیزین بیاین اوز میدونین که ماشینی به حد بسیار شدگیه بعد در فریبی همو نغلطینده خب با کم ترستونتر ای چورلو ای نه راست چه بگم او طرفا ای چورلو بیرن میبرو یا بالنسه کلان بود استقلال نام داشت راست چه بگم فراموش کم نامشه استقلال بود همی خیلی نام داشت یا بالنسه کلان ای انا اونجا رفتگیم راست چه بگم پیاده رفتگیم که ای شهر چورلو میبروی خیلی با پیاده ماشین میروه و ما پیاده رفتم تماشا کده اوس بعد جنگلای دشته نمتری میشوه شهر چورلو پالنی اوس میبروی کراچیسینی دیرنه نیوه طرفی اوس میبروی اگر خطا نکنم امو را بوسنی استانبول میروه چه خیلی که کراچ یا رای ترسای کلونه امو جدا یک بالنسای کلونه استقلال значит میگم که یا استقلال بود یا استقلال همی خیلی نام داشت امو بالنسای کلون بعد درنی همی چورلو ده یک پارک بود ما تماشا رفته بودیم ایشان با فکرم که پارک استقلال بود یا آزادی نام داشت یا آزادی یا استقلال یا پارک به حد زور بوده هیکل اتاتورک های
فهمو زیتون میبرن نه که یا زیتون میگن که زیتون یا به حد بسیار استفاده میبرن. ما هم یکم بار اومدگیم در زیتون یه دونه شا خوردم دیلم به ازور شید. یا نمی سحر عبید بگر زیتون با خدا گنده نفوریدم زیتون نه که یا عادت کردین او زیتون گنده با توبتیه. 100 سالگی استقلال کراچی هم خیلی خیلی 2020 به دوجه رفته بودم بگیم 4-5 سال پیش نه که خشرو در خاطر نمونده رفتیم خیلی تماشا کردیم پارک کلان خشرو بود دیگر راه شیفتیم ایامی کوارتیر هم قطعی دودرم هر بگه مشق میرفتیم تو اونجا را میدویدیم خیلی راه بود میدویدیم اونجا بو میرفتیم کم کم بوکس میکردیم و بو میگشتیم بو ابرد دویده مشق کردن می اومدیم هر بگه اونجا میرفتیم یکم بو رفتیم گنده مقبول شد پارک کلان خشرو بده دیگه هر بگه اونجا میرفتیم مشق اونجا بعضی آدما میرن مشق میکنن چی میکنن پلشتکای زوره ده نمیدونم زیتون زوره خون زور میکنه برای دولینی دارو هم خوبه برای همی خونه توزکن همه چند درده دوای شنویدگی مقتی نکی من راست شبون تلخه چی خیلیه بنام خدا هم نتونستمش راست شبون خورده نتونستم نکی ایو به حد بسیار میخرنده $30,000 لیره میتایم و در این جایی که من کار میکنم جای خواه خرد خراک میته 21,000 این دیگه کارگرایی که دیگه ملت این جا افغانو از سوریگی هسته یورا 20,000 لیره میته مرا 21,000 یا توجیک مایم در اینجا 21,000 لیره میته جای خواه خرد خراک اینترنت های خدمه جای خواه خرد خراک های ایوای خیلی اینترنت هر ما 650 لیره میپرتم که اینترنت نمو قیمت ترینش همی انتخاب کنم ای تور تلکوم انا 650 لیره هر ما میسپرم اینترنتش گیزاله باده خیلی واتساپ در نویسندگی یکی بینیم اکی چی خیلی بگم برای جون ای اپا قطیمه طولی این 5 سال میشه دستویه زمین وقتی که ما اومم ترکیه امی رئیسه مونای بگیم شیف مونای قطیمه به حد زوره ده حرمت عزت هم میکنه ما امی که 3 سالی که در تاجیکستان بودم بین این 3 سال ما مسکو کورکین رفتم امی وقت ده قطیمه دیر یک مده بار سلام علیکم هر هفته مرا میگفت بابا جون بیا من یورا گفتم میرم زن میگیرم میام الحمدلله صاحب فرزند شدم بعد اومدم خلاص که یا مرا دعوت کرد چیکار ما ویزا گرفتم اومدم برای جون اکمه فرمان با جای برام که اوله که زیادتر باشه ما جون کنی دارم یگان خونه بگیرم برات همین لوبو مهاجر با یک مقصدی میره و مهاجرت همین رفتی نیتی نکدی و رفتی مثال یگان جو خودت میدونی که حرامگری نکنی زنا نکنی یک کس فریب نکنی همین در راه الله باشی اگر انشالله رحمان میشود نیتو نکی روز شب بگم برای جون ما میخوام برام یا اوله که سوستر در کار کنم نکی بعد میگون ای شنگلا پایا که خیلی میگه که ما ایرا فیروت کنم زیق نشوه مگرم بگومش که ما خونه میرم بعد اومدن میره 4-5 روز شده میگه تا در 5 روز با خونه تون میره دجه ماه نشده حالی چی کرد براد ما خلاص که باید چیز دیگه ما ویزای توریستی قطعی اومدم راست دیگه ویزای توریستی قطعی اومدگیم میدونی که 90 روز 3 مده باید ما ترک کنم نمی ترکیه را نکی مقصدی ما بنامی کمش باید ما 2 سال دیگه بیستم راست شد ما خونه اقلا خونه تیار نتونم یا چسکا بگیرم هم یک خونه کنم که سر مدرن کنم شید انشالله رحمان
بعد سلامتی باشد دیگه شد هم تاجیکستان هم میوه میکنیم. خلاصی کتای گپ همی براجون هو راست میگو یکی قماوش کمه 21 تا نک خیلی همیشه هم شکر گفته است ما خیلی با واتساپ دا می نویسیم یکی توغری بگیره کار برد بینیم کوچ خیلیه الله راضی باشه یکی همکاری میکنیم با خدا راضی باشه کو بینیم. بعد چیکار اون طرفای شما در پلیس مولیس با فکرم رد پید نمیکنه خیلی الحمدلله من 2 سالی که در چارلو گشتم یگان بار پلیس مرا ولی نگفته چی کارایی بود. به هر حال خیلی احتیاط هم خوبه. این جایی که ما هستیم اینجا پلیس عموما تو نمیخوره عموما همچنین خطی دادارم بدم همینجا او دفتری اومدگیم کامپیوتر فروشی داشتیم همین کامپیوتر ایامی ترکیه خریده بودیم با او دادارم رفت روسیه پولشا گرمانیا انا کامپیوتر گفت اکا بگی بفروش گفت اعلان دا برآوردش یک ترک زنگ زد اومد در بینش در برش پیستولی داشتم خیلی پلیس بود گفت که من میخرمش لپتاپ گرفتیم همون دا فروختیمش همین لپتاپ ما اول نفهمیدم اون پلیس ای بالای فرمش با فرمای گراجدانین داشته بعد گفت ما پلیس هم خیلی چقچق کردیم خیلی تا چی کره خیلی گفت اگه گفتم ای تاجیکستان گفت چند سومش میفروشی را خیلی گفتم این همین قسم وابشه نپرسی تو اوجت داری یا نداری زور بده به خدا. سلام بابا جان سوزی خوبی غریب زنده باشی علیکم سلام شما سوزی خوبی سلامتی ها خوبه خیلی کوی بینیم خدا راضی شید بعد جای خواه خرد خرا گفتی ای خد شای کارش با فیلم چیه ها گفتی چی کاره کارش آسونه با فکرم یا که واتساپ دا بعد ای درباره بو انشاءالله و رحمان خدا راضی باشه در این باره گپ میزنیم. یک چیزای برادرها که اول و آخرش الله خودشه نه که هو میدونم همین یوتیوب پیش بردن یک پینی داره که مردم هست آدمای به عقلی که حقارتای بیزه به خانواده میکنن مثال به ناموس لزد میکنن نه که من خدا را هزار بار شکر میگم که بگذار بعضی ها شما من بینه برای همین ویدیویی که من آدمو را دستگیری میکنم نه که من برای الله میکنم میدونی برای چی برای اوی که شاید که من این روز هستم پگه نیستم نه که همون کار خوبی من میمونه کار خوبی من میمونه انشالله و رحمان من الحمدلله که این قدر آدم در مثال دست یوری دراز کردم الله مرا انشالله دست یوری دراز میکنه با ما چی آرزوی دارم انشالله الله خودش عملیش میکنه. من در مهم نیست برای ویدیوهای دستگیری میکنم آدم را کی مرا بد میبینه نمیبینه ایش مهم نیست دل هر یک بنده را میدونه که خدا خودش میدونه. پنیر خیر بخیر اکما یگون بار پنیر در کار نکردم کنه که لوبوی کار ای کردن ای لوبوی کار همین لوبوی کار که کدی یاد میگیری خیلی کو بینیم الله راضی باشه خیلی واتساپ دولی با هم صحبت میشیم نصیب باشه بینیم که توغری بگیره یکی میریم قطیت کار میکنیم انشالله و رحمان شکریه الله شده گشتیم خداوند نگهبانت باشه در که جای باشی فرق نداره بیرون وطنی چی در وطنی در هر جای باشی خداوند نگهبان باشه اکین ما هم نیمال که غریبی اومدیم خیلی ما هم اینجا خدمت غریب هم نگو میشه برادر جانو برای که همه وقت در افیر قطی برادر ها هم صحبت هم الحمدلله قطی خونگی و گب میزنم همه وقت. خب در یک جای هستم که بگیم انا مسلمان های خدمونه من هیچ وقت خدمت در این حالت غریب هم نگو میشه پروای دیگه ایچی ندارم الحمدلله که خانوادم هم از سوز هم تینجه وطنم تینج آرامه این همیش من در باسته خیلی برات نفهمیدم ساعت 8 تا 3 روزه خیلی ساعت کاریش 8 سحره یا
گرم نیست غریب زنده باشی. ای الله خیلی همین خیلی چومه که دیگه برات غریبی اگه قینیش همون اگه دوره خانوادتی اگه تلفن قطعی انگار بزنی ازور که نکنی باید پیش دیگه تیم بولی آدمی که فرزندش میده که نه بگیم بزرگ نکشیده همیشه فهمیدم که به حدی بد قیم بده به حدی بد. من اگر بچه باناموس باشه همین چیزا مثل فکر میکنم بانامی الله میگه که دین روزا ما همین خیلی نینیکک بودم میدهک بودم برای ما پدر مادرم دلش گم میزد. آدم باناموس باید یکم همین چیزا فکر کنه بعد فکر فرزند شه. اول پدر مادر شه بعد فرزند شه. که دین روز مثال بگم ما میدهک بودم برای ما شده پدر مادرم چقدر زحمت میکشید برای خرسندی و خنده مرا دیدن چقدر عذاب میکشید. نکی خدا را یک آدم خچه هدایت کنه با کراچی 6000 و چند خیلی 6500 کراچی بالاتر میشه انتری بگذارین از 6600 میکنیم اگه 6000 کمه نه که الحمدلله همش در شکر کردن در کار لیش نما در تاجیکستان جایش دیگه اویله که اگر خطا نکنم 1000 سوم بود 1200 سوم انتری کار کردگیم ولی که 1000 سوم در کار کردیم نه که چه 1000 سوم در 6000 ما در خوبتر نیسته خیلی انشالله و رحمان الله بخواست خود الله خودش انشالله که تاجیکستان هم پری کار شده است همه جا کار فقط معاش خیر ایره همه میدونه کمتره که بستندگی نمیکنه یک ماه زندگی کردنده نه که انشالله و رحمان با میبینی ایسته ایسته همش خوب شید و الکو هم بلند شید همه وطن کار کنی میرود بخواست الله فقط نمیدونم گپ توری بگیم مرد اینه که زن در قینه غریبی رفتن مادرای تاجیک اینا میبینین در آسیا بعضش چی فلوکت ها شده سن چی سبب وقتی الله همش نگهبون باشه خیلی دیگه چیکو میکنی برادر همینطور که در این پر همین زنای تاجیک خیلی چه ما راستی در اینجا با خوبتره ما فکر میکنم نه که از که اگر آلمان که برای امریکا که برای گفتی گپا غریبی برای زن به حد دشواره بعضی مرد در امی غریبی در عذابش طاقت نمیکنه نه که باعث زنایی که ای مرد دیده بگیم که دلی با قوه دوره و صبره خب همه ای پای کارشه ای پای زندگیشه برادر چون همین تلفن ما چسبیده است نه یا پامیت تلفن پرشیده می چسبه یا اینکه ای بیستیویزه نفهمیده می چسبه ای الله ای دنیا میه برادرو صبر و طاقت میکنی خداوند همی چند قیام ری داده بگیم شاید که بعضی آدما 80% عمر شده همی عذاب ده 90% چه با خرسندی و با چی بگذرونه خیر کار کسر گلاونی سلامتی باشه برادر گلاونی ای الله
خیلی ببریم که دیگه 70 دقیقه ایستادیم. فرهاد نخسته خوب؟ نه نخسته بیاین میام باز میام. فرهاد بخیز دیگه یک چی خوب بریم. آی بابا کراچی کراچی ویزا. اول خیلی ویدیو میکنم انشالله با همین نزدیکی یا نوار میکنم پرتام همشه چند سم رسخوچی چی در کره انشالله و رحمان подробно میفهمونم. فرهاد یک چی خوب رفتی کراچی تلفن سوچ است نیست ایچنده بودم کم افیر برادر پناتون با خدا نگهبانتون. انا روزی استراحتی کمتر دام بگیریم با خواستی الله با یگان اوار قدم پرتیم انشالله. خداوند همتون نگهبان باشه. ویدیو نو میپرتیم با تماشا کنیم. پناتون با خدا برادران.